بیننده عزیز سلام، اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. امروز پنجشنبه 20 دکبر است و من عبدالله اشرف هستم همراه شما. حالا مرور میکنیم به سرخط برنامه امروز. راهی ازبکستان برای تاجیکستان ارزان شد. ازبکستان حق استفاده راه برای رانندگان ماشین‌های بارکشانی سمت تاجیکستان را از 400 به 200 دلار ارزان کرد. بازگشت پس از جنگ 7 ساله. سربازان امریکا پس از پیروزی با دهشت‌افکنان دولت اسلامی از خاک سوریه بیرون می‌روند. همین طریق پسران ما، زنان جوان و مردان ما همه همین حالا برمیگردند. ما همان طور می‌خواستیم پیروز شدیم. همه به تماشای مردی راه. فیلم درباره پرزیدنت امامعلی رحمان تالار کینوتئاترها را پر از تماشابین کرد، اما کارشناسان چنین نمایشنامه‌ها را چندان مؤثر نمی‌دانند. طور تجربه نشان می‌دهد چنین تجربه ها جایگاه خوب نیافتند و ثمره بخشی خود را ثابت نکردند. برنامه را با خبرها از تاجیکستان آغاز میکنیم. همسایه کشور غربی تاجیکستان ازبکستان که مسیرهای از همه مهمی بارکشانی کشور طریق قلمروی آن میگذرد، شرایط عبور و مرور ماشین‌های بارکشان را برای رانندگان تاجیک آسان‌تر کرد. در عهد اسلام کریموف، پرزیدنت سابق، ازبکستان بلندترین طرفه‌های استفاده از راه‌ها را برای ماشین‌های بارکشان تاجیکستان مقرر کرده بود. اکنون ازبکستان طرفه‌های استفاده از راه‌هایش را برای تاجیکستان از 400 دلار قبلی تا به 200 دلار پایین آورد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی. نقلیات باربر بین المللی تاجیکستان از این بابت حق دارند تا 5 روز در قلمرو ازبکستان باشند. این بر اساس یک قرار حکومت ازبکستان در مورد ساده کردن حرکت نقلیات بارکش خارجی در قلمرو این کشور مقرر شده است. قبلا نقلیات بارکش تاجیکستان تا 3 روز حق داشتند که قلمرو ازبکستان را عبور کنند، ولی راننده‌هایی که زیاد به خاک ازبکستان بارکشانی می‌کنند میگویند فعلا حتی اگر تا 10-15 روز در حدود ازبکستان تأخیر کنید جریمه طلب نمی‌کنند. مهلت اول 3 روز بود. حاضر تا یک ماه یگان گپ نیست. یگان با هر یک 3 روز دیر می‌کردیم، هر روزش 70 دلار می‌سپردیم. حاضر همیشه تو موبایل گرفتگی نیست. همیشه 10 روز میستید، 5 روز میستید، به ملال گذشته رفت آمدن میگیرید. یگان مانع نیست. نمیتونستیم، بسیار وقت نمیتونیم. 2 روز 3 روز همین پولا تا 210 دلار ما میسپریم. 3 روز میسپریم 210 دلار، 2 روز میسپریم 140 دلار میسپریم. خود همینا این موبایل گرفته شد نیست. رانندگان میگویند بعد از گردشوی مناسبت تاجیکستان با ازبکستان، حق استفاده راههای این کشور برای ماشین‌های بارکش تاجیکستان از 850 دلار تا 350 دلار پایین آورده شد. همه گفتیم که همین 300 دلار 50 دلار دزول دارد تمام همین را میسپریم تمام. وقتی ای ازبکستان قفا گشت آمدیم، وقتی که ما بزگریم به طرف روسیه و ترکیه و دیگر دولت‌ها قفا کرته در آمدن با 200 دلار دیگر میتیم. همچنان بر اساس قرار حکومت ازبکستان، نقلیات باربر تاجیکستان اجازه حرکت از طریق 18 خط سیر بین المللی این کشور را به دست آورده است که در حدود منطقه بیشترین به حساب می رود. این در حالی است که مقامات تاجیکستان نیز میگویند جانب تاجیکستان برای به کشور ترانزیتی تبدیل شدن برای حرکت نقلیات بارکش خارجی نیز سبکی‌ها داده است. نقلیات باربر خارجی حقی تا 15 روز در حدود تاجیکستان ماندن را دارند. در حالت‌هایی که اگر آنها با سبب‌های عذرناک، مثلا اونجا میشود حالت‌هایی که نقلیات آنها ویران میشود یا میشکند و تعمیر نیاز دارد، یا میشود حالت‌هایی که راننده یک بیمار میشود و بستری میشود، یا دیگر حالت‌ها در حالت‌های با سبب‌های عذرناک بودنشان ماندنشان، یعنی که برای بودباش زیادتی در حدود جمهوری تاجیکستان آنها باید حجت‌های تصدیق کننده را پیشنهاد نمایند. مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند حجم بارکشانی بین المللی تاجیکستان در 11 ماه سال جاری نسبت به 11 ماه سال 2017 9% افزایش یافته است. و قبل آنها امتیازهای نوی جانب ازبکستان امکان خواهد داد که این نشانداد باز هم بیشتر شود و میزان خراجات بارهای صادراتی را کمتر کند. امروز در شهر مسکو نشستی مطبوعاتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دایر شد.
این 14مین نشست پوتین در زمان ریاستش است و در این ملاقات با خبرنگاران او ابراز نگرانی کرد که مقاومت هسته‌ای میتواند تمدن جهانی را محو نماید. او آمریکا را برای دست کشیدن از عهدنامه منع گسترش سلاح اتمی از زمان جنگ سرد تنقید کرد و گفت نباید خطر جنگ فلاکتبار اتمی را نادیده گرفت. پوتین در این نشست ایالات متحده آمریکا را به خللدار کردن نظام بین‌المللی نظارت اسلحه متهم نموده، همچنان تلاش کرد وضع دشوار اقتصادی کشورش را قوی جلوه بدهد. البته تحریم تأثیر منفی دارد، ولی آن پهلوی مثبت نیز دارد. این حال ما را وادار کرد که در سمت‌های گوناگون از عقل کار کنیم. ضمناً کارشناسان غربی نیز این حال را اعتراف می‌کنند. ولادیمیر پوتین باور دارد که کشورش امکان دارد در میان 5 اقتصاد کشور پیشرفته عالم جای بگیرد. در مسئله بازداشت 24 ملاح اوکراینی در گلوگاه کرچ نزدیکی های نیم جزیره کریم که 25 نوامبر به وقوع پیوسته است، پوتین گفت تا زمان برگزاری محاکمه دادگاهی آنها نه تبادل و نه آزاد نخواهند شد. تفصیلات نشست مطبوعاتی رهبری روسیه را در شکل مفصل در وبسایت cw.azadi.org بخوانید. سربازان آمریکا پس از 7 سال جنگ خاک سوریه را ترک میکنند. روز چهارشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی توییتر با نشر یک پیام ویدیویی درباره این تصمیمش خبر داد. در سوریه آمریکا از ائتلاف عرب‌های مخالف حکومت پرزیدنت این کشور بشار الاسد و ائتلاف کردها پشتیبانی میکرد. اما تصمیم ترامپ در مورد بیرون آوردن نیروها از سوریه نگرانی اعضایان کنگره و برخی کشورهای متفق آمریکا را به بار آورد. روز چهارشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی توییتر پیام نشر نموده گفت بعد پیروزی تاریخی بر گروه دهشت افکن دولت اسلامی در سوریه، ارتش آمریکا فوراً به وطن برمیگردد. همین طریق پسران ما، زنان جوان و مردان ما همه همین حالا برمیگردند. ما همان طور میخواستیم پیروز شدیم. سخنگوی قصر سفید سارا ساندرز ابراز داشت که خروج تخمیناً 2000 افسر و سرباز نیروهای ایالات متحده آمریکا از سوریه آغاز یافت. این خبر بعضی قانونگذاران ایالات متحده آمریکا و متفقان این کشور را نگران کرد. وکیلان هم از حزب حاکم جمهوری خواه و هم از حزب دموکرات اقدام پرزیدنت ترامپ را محکوم کردند. بعضی ها گفتند که این عمل خیانت به نیروهای کرد است که در سوریه متفق آمریکا هستند. دیگران تاکید کردند که به این وسیله آمریکا پیروزی بعد جنگ 7 ساله در سوریه را به روسیه تقدیم کرد. در سوریه آمریکا از ائتلاف عرب‌های مخالف حکومت پرزیدنت این کشور بشار الاسد و ائتلاف کردها پشتیبانی می‌کرد. روسیه و ایران باشد از حامیان پرزیدنت بشار الاسد به شمار می‌روند. در سراسر کینوتئاترهای تاجیکستان و تالار و مجلسگاه‌ها نمایش فیلمی مردی راه شروع شد. این فیلمی مستند درباره پرزیدنت امامعلی رحمان است که آن را کارگردان ناصر سعیدوف با فرمایش تلویزیونی دولتی سفینه به نوار گرفته است. در شهر دوشنبه مستندی مذکور را در کینوتئاتر از همه بزرگ نمایش دادند. همکاران ما نیز به محل نمایش این فیلم رفته پس از صحبت با بینندگان این گزارش را تهیه کردند. کینوتئاتر از همه بزرگ دوشنبه پر از تماشابین است. دیدن فیلم رایگان است و می شود گفت فیلم توجه تماشابین را جلب کرده است. به نمایش نوبتی فیلم اساساً خوانندگان مکتب ها و دانشجویان آمدند که آنها را مأموریت سفربر کرده است. تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمی گیم اساسی ما را به اینجا فیلم تماشا کردن آوردن. فیلم پرزیدنت مردی راه. ما از دانشگاه سایوانی تاجیکستان برای فیلمی دعوت کردگی اومدیم کلش تربیت کنیم. کدوم فیلم تماشا کردید؟ فیلم حالا نمیدونم چه فیلم، معلوم نیست. می‌دونیم با ببینیم. فیلم مستند از سالهای دشوار جنگ شهروندی در تاجیکستان و نقش اساسی پرزیدنت امامعلی رحمان برای خاتمه دادن آن قصه می‌کند. مؤلفان همچنان خدمت رئیس جمهور را در رشد جمهوری پس از انجام جنگ تصویر کردند. قبل از شروع فیلم به جوانان فهماندند که سببگار جنگ شد. در نتیجه جنگ شهروندی
حدود 150,000 نفر کشته شدند. 150,000 اکثرا جوانان بودند. زیاده از 10 میلیارد دلار به اقتصادیات دولت ما اثرات ضرری اقتصادی وارد گردید. فیلم مستند درباره رئیس جمهور امامعلی رحمان نخستین نیست. در سالهای گوناگون تقریبا همه تلویزیون‌های دولتی چنین مستندها را تهیه کردند. با گفته کارشناسان مقامات با همه نیرو تلاش دارند آبروی حکومت را نگه دارند. در این مستند مقامات به طور عینی به ساکنان نشان می‌دهند که به شرافت کی آنها امروز زندگی آرام و آسایشته دارند. من فکر میکنم قشر فعال جامعه ما خوب میداند که رژیم های افطاریتری و نظام های توتالیتری از اصول های گوناگون مغزشویی استفاده میکنند. بر رشد کش شخصیت و مقدس نشان دادن رهبریت کشور کوشش میکنند، اما طور تجربه نشان میدهد چون این تجربه ها جایگاه خوب نیافتند و ثمره بخشی خود را ثابت نکردند. مستند مردی راه که با فرمایش تلویزیون دولتی سفینه به نوار گرفته شده است، طبق دستور نه تنها در کینوتئاترها بلکه در تمام مؤسسات تعلیمی و دانشگاه‌ها نشان داده شد. مشرفه قاسیمووا هنرپیشه مردمی تاجیکستان که از او همچنان مادری تئاتر تاجیک نیست نام میبرند 100 ساله شد. قاسیمووا با اجرای نقش‌های زیادی در تئاتر و سینما برای بیننده تاجیک آشنا است. در روز زادروز شمس‌الدین آرومبکزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان و دوستان و نزدیکان برای تبریک مشرفه قاسیمووا آمدند. همکارانمان اسکندر فیروز و شهلا عبدالله و نیز به تبریک این هنرمند تاجیک رفته این گزارش را تهیه کردند. مشرفه قاسیمووا هنرمندی مردمی تاجیکستان امروز 100 ساله شد. او میگوید زندگی پربار و با برکت داشت. هیچ یک ناشکری ندارم. نه بیره یا بیره کامر طرفه کام با چه بیره کامر طرفه کام با اکم بگم که خودی بیره ای چه بیره کام خودی مام برین عمری دراز بینن و من همین خیل بیره ای چه بیره حضور شد دکلغاشان. از صبح امروز در منزلش دوستان و همکسبان و نماینده مقامات را پذیرایی میکرد. با مهمانها عکس میگرفت و دعای نیک میداد. رسالت خانوادگی این خانواده بزرگ همیشه تا امروز بعد از سری استاد محمد جان قاسیموف و فروخ زندیات با ما تا امروز آوردن. این مادر واقعا یک شخصیت بزرگ هستند که تا این سن سال رسیدن. یکی از صفات‌های بهترینی که از اون گرفتم درک میکنم، چون اون کس در این سال مبارکشون بسیار مشکلی ها را از پس سر کردن، بسیار عذاب ها را گفتن ممکن باشد برداشت کردن. مشرفه قاسیمووا دوام عمرش راههای پرپیچ و تاب زندگی را طی نمود. او را دختر دشمن خلق هم اعلان کرده بودند. مشرفه قاسیمووا از سال 1937 این جانب در صحنه تئاتر تاجیک هنرنمایی میکند. او در صحنه تئاتر و کینو تمثال‌های برجسته را آفریده است. از طرف مردم بهترین آفرنده نقش مادر شناخته شده است. حالا در حلقه نبیره‌ها و فرزندان دولتی پیری میراند. سرحجان یولداشف ساکن ناحیه اشت ادعا دارد که مأمور اجرای قرارهای دادگاه همراه پدرش او را سخت لطوکوب کردند، ولی تحقیق پرونده آنها به کندی پیش می رود. سرحجان یولداشف 33 ساله و راننده تاکسی روز 4 نوامبر برای خریدن گاز مایع به نقطه فروش مواد سوخت رفت و به صفت پست گاز ایراد گرفت. ایراد یولداشف صاحب نقطه فروش مواد سوخت تویچی خوشمیرزویف و پسرش شیرزاد تویچیزاده را به غضب آورد و هر دو او را زیر مشت و لگد گرفتند. بیننده ارجمند، وقتی برای برنامه ما جدا شده به پایان رسید. اخبار از این بیشتر را در سامانه cw.azadi.org و صحیفه ما در فیسبوک و ادنا کلاسنیکی بخوانید و در صحیفه آزادی ویدیو، صحیفه ویژه ما در یوتیوب تماشا کنید. صبح پگاه شما را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظریم. تا آن زمان خدا حافظی هر یکی شما.